بچه 9 آبان اومدیم باغمون ما برای بریدن باغمون. همین کس توی شرایط حساس چرا گفتین 9 آبان؟ اصلا چرا فیلم میگیری؟ تاریخ مرگ دانا خواستی بگی چون قطعا تا چند ثانیه دیگه همه دانا میخوره من نمیدونم چه توش شکم شه. بعد فردا میگن ماری وزید و بادی گوزی. چه؟ بادی وزید و ماری گوزی. نه. پری پرپر شد و بری خزید. پری من منظورم یه اتفاق بدی افتاد. آره. ببینی چی پیدا کردم، نمیدونم ماره چی خورده. نه همه کس تو چیزی پیدا نکردی. اشان زعنت او تو پیدا کرده. آره. او شما رو پیدا کرده. اونی که تو شکمش داری میبینی او دسره. او تمام بشه هضم بشه میاد سراغ شما. هضم نمیشه. آتش در میاد. ما رو دیالوله پولیکا از یوری بعد گل بره. او هضمش میکنه. چجوری دهنش ردش کردن؟ خودش رد کرده. آنه. آنه. من با همسرم اومدیم. ناصر همسرم نمیدونم کجاست، بیاد ببینیم این چی خورده. شاید برا ناصره تو شکمش. خانم یه حقیقت یا ضابط بگم درسته قلب بدم میشکنه ولی دیگه دنبال ناصر نگه. باید پوکای ناصر پیدا بکنی. او چیزی که تو شکم اون مار داری میبینی او خود ناصر. احتمالاً ناصر مثلا تا 2 ساعت به شکل اسهال در میاد. آره یهو میگه ناصر. آره احتمالی زیاد. چون آره زودتر به ما میگفتین ناصر نیست. ما 2 ساعت دنبال مالک و جریان بودی باغ و بریدن ناصر اونجاست. ناصر آره برو دنبالش ان شاء الله. آره. برو تو هم بخوره بری کنار ناصر. آره ازم جدا نشین زن شوهری دیگه.